تو هم سرشونت درد میکنه نمیدونی درد از کجا اومده؟ میخوای یه قفس سینه جذاب بسازی اما نمیشه؟ حتما این پست رو تا آخر ببین، راه و چارش رو بهت نشون میدم. حرکت قفس فلای یکی از حرکات مورد علاقه من و البته کاربردی برای ساختن یک قفس سینه خوش فرم و جذابه. اما اینکه فشار رو بتونید درست فیکس کنی روی عضله هدف و آسیب نبینی خیلی مهمه. نکته اول، صندلیتون رو روی لولی تنظیم بکنید که دقیقاً سینه‌تون مقابل دستگیره دستگاه باشه. اگر پایین‌تر باشه، فشار و حرکت سویچ میشه روی عضلات سرشانه. یکی از دلایل اصلی بد کندن و استارت‌های غلط حرکات هستش. خیلیاتون توی یکی یا دو تا از سرشونه‌هاتون مرتب احساس درد دارید و این درد باهاتون مونده و کهنه شده. خودتون هم خبر ندارید اما توی هر جلسه تمرینی دارید تشدیدش میکنید. اگر هم قفس فلای رو انجام میدی اما بیشترین فشار رو به جای سینه‌ت روی عضلات بازوت حس میکنی، دلیلش زاویه ندادن به دستت هستش. زمان عقب رفتن در قسمت منفی حرکت باید کمی دستتون رو از آرنج بشکنید تا فشار سویچ بشه روی عضلات سینه‌تون. نکته دیگه، اگر آرنجتون از بدنتون خیلی عقب‌تر بره، در قسمت منفی حرکت فشار میفته روی عضلات زوزنقه‌ای و پشتی بدنتون. و اما نکته طلایی و کلیدی این ویدیو، در قسمت مثبت حرکت نزدیک به نقطه انقباض که میشید، برای سویچ کردن فشار حرکت به قسمت داخلی قفسه سینه، آرنج ها رو باید کمی صاف بکنید و سعی بکنید دو تا جلو بازوتون رو به همدیگه نزدیک کنید، چون موضع هدف در این حرکت قفسه سینه هستش. در صورتی هم که بخواید فشار رو هدایت کنید قسمت زیر سینه، باید کمی سینه هاتون از دسته دستگاه بالاتر باشه، کمرتون رو به تکیهگاه بچسبونید و باسنتون رو از دستگاه فاصله بدید تا یه شیب ملایمی به بالا تنه بدید و طبق توضیحاتی که دادم حرکت رو اجرا بکنید. این نکات کلیدی و تخصصی رو هیچ جا پیدا نمی‌کنی. پست رو سیو کن و اگر از اکسپلور اومدی حتما پیج رو فالو کن، کلی نکات آموزشی و تخصصی داریم اینجا برات.